سوالی دارم، یه مقدار واسه خودم مسئله است. گفته میشه که مدیران دولتی بیان و آثار هنری بخرن یا سازمان‌های دولتی بیان بخرن. آیا سازمان‌های دولتی که مسئولی که در رأس اون واقع شده هنوز تو خونه خودش هیچ اثر تجسمی نیست، یعنی خودش احساس نیاز برای خونه خودش نکرده، یا فرض کنید در حیطه گرافیک که تخصص من هست، وقتی مثلا براش من طراحی میکنم برام با یک ذائقه بیمار روبرو میشم، اون میتونه انتخابگر خوبی برای آثار هنری باشه؟ یه چیزی رو فراموش نکنید، قابل درست شدن، قابل یاد گرفتنه، باید شروع کرد. یعنی من فکر می‌کنم راهش خریدنه. من یادم یک نمایشگاه ما داشتیم در شیراز، مدیر کل امور فرهنگی تجسمی شیراز اومد، گفتم که چرا اثر نمیخرید؟ گفت آخه من نمیدونم اینا چیه. اون خب بخرید یاد میگیرید. گفتن یعنی چی بخریم یاد؟ گفتم شما کامپیوتر هم بلد نبودید، خریدید، باهاش کار کردید، آموزش دیدید و باهاش آشنا شدید. خریدن یکی از راه‌های درک هر چیزیه. ما یعنی این تجربه که هی از آثار بد خریده بشه، نه اصلا من اثر بدی رو نمیشناسم. من فکر می‌کنم تمام کارهایی که یک انسان انجام میده قابل توجهه. درست. و فکر می‌کنم این روی کرده که این بده، این ضعیفه و این ناهنجاره رو باید گذاشت کنار. من فکر می‌کنم در هر اثری حداقل یک چیز برای توجه هست و بیایم این آشتی بین خریدار و هنرمند رو برقرار بکنیم، بیایم مصرف بکنیم و توی مصرف کردنمون فرهنگ سازی بکنیم. به نظر میرسه که ما همش دنبال حرکتایی بدون نقص و بدون عیب داشته، کل حرکت میتونه پر نقص باشه و در یک پروسه‌ای من اینجا نکته‌ای دارم. ببینید ما یه زمانی هست که نمایشگاهی برگزار میکنیم، یعنی همون فرهنگی که از سالن قرن 18 اروپا آغاز شد که هنرمند اثر رو بدون سفارشنده خلق می‌کرد، می‌زد به دیوار و عیاده می‌بودن می‌خریدن. این اتفاقی بود که تا الان گفتگو کردیم. ما یک نوع دیگه هم داریم که سفارش داده میشه به هنرمند. ببینید الان سالهای زیادی هست، تقریبا از سالهای 70 به اینور نزدیک 21 ساله که نقاشی دیواری شروع شده. حجم زیاد و بسیار انبوهی از نقاشی دیواری در و دیوار شهر تهران گرفته، اما واقعا 1% اینها آثار خوبی هستند و اتفاقا ما هر چقدر به قدیم میریم آثار قدیم بهتر بوده. یعنی یه سری نقاشی اون دوران شد که خیلی خوب بود و هرچی اومد جلو با اضافه شدن تجربه بد شد. نه ببینید، نه اشتباه نکنید. ببینید ما معمولا پروسه هر چیزی و اولین کاری که میکنیم فرهنگ، نمیدونم چرا این شکلیه که ما یادمون میره. ما نتایج دستاوردها رو مورد قضاوت قرار میدیم. این که مثلا شاعری مثل حافظ چجوری به این رسیده و چه پروسه‌ای رو طی کرده اصلا کاری نداریم، در صورتی که من فکر میکنم این فرهنگ نقاشی دیواری که در ایران شکل گرفته و داره پیش میره، یکی از مؤثرترین و مورد توجه ترین اموریه که تا حالا اتفاق افتاده. ما ایجاد فرهنگ وسیله عمومی، ما هیچ دوره تاریخی در کشورمون همچین فعالیتی حقیقت شناس. ببینید من فکر کنم شما زیادی دارید مماشات میکنید. مماشات نمیکنم. من دارم میگم که ما برای نقاش دارم میگم که من اولین طراحی هایی که میکردم طراحی خوبی نبود، الان هم خوب نیست، ولی همچنان ادامه داره. در این پروسه انجام این کارهاست که من رشد میکنم. ببینید من یه عرضی دارم، این رشد رو میخوام بگم که چرا اتفاق نمیفته. خود شما مدیر یک پروژه نقاشی دیواری بودید تو خیابون جلفای تهران. بله. من همیشه اگر قرار بود مسیرم از 2 خیابون بیفته سعی می‌کردم یکی از اون خیابونا مثلا جلفا بود، حتما از جلفا رفتم که نقاشی رو نگاه بکنم. ریختگی‌های دیوار رو شما دادید نقاشی کردن، کار بسیار زیبایی بود. بعد از گذشته که 2 سال روش باشن یک رنگ روغن زدن، یک سری کارهای زشت روش کشیدن که اصلا من سعی می‌کنم نگاهشون نکنم. خب من اینم توضیح دارم. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم به سمت یک قله‌ای بریم در یک کوهی، این مسیر حرکت بالا و پایینه. وقتی ما بالا میریم رشد نیست، ما بالا و پایین میریم، یعنی این پروسه بالا پایین شدن قسمتی از اون صعوده و یادمون نره یه جایی توی یولفا همچین اتفاقی میفته، بعد خراب میشه، دوباره یه دی دیگه میان، اون خاطره که در ذهن شما هست دوباره تجدید میشه. تخریب شده. نه تخریب نه، احیا میشه. و من فکر میکنم فرهنگ همین زندگیش، همین تغییراتش و همین کیفیتشه که
ارزشمندش یعنی شما تمام این پروسه فراز پروسه و برای فرود رشد رو می‌بینم. من فکر می‌کنم این دوره تاریخی که ما درش هستیم یکی از مهیج‌ترین، مناسب‌ترین و شما خواهید دید، حالا شاید یک روزی به این قله ها برسید. من فکر نمی کنم توی دوره تاریخی ما این همه آثار هنری تولید کرده باشیم، این همه دنبال کیفیت باشیم، این همه مدارس هنری داشته باشیم و اینا همه به نتیجه خواهد رسید. یعنی شما نگران آقای حقیقت شناس در 1 دقیقه 30 ثانیه اگر بخواید یک جمله بگین که دولت چی کار میتونه بکنه که وضع هنر رو بهبود بده، چی میگی؟ به نظر میرسه که من همیشه مثالی میذارم، از یک دوستی باریت گرفتم، همیشه یاد باغ میافتم که بهترین باغبانیه که دخالتی در رشد گیاهاش نکنه، مواظبت در رشد گیاهاش بکنه و به نظر میرسه که این همیشه در هر امری مصداق است. ممنون.